پساژ دگوی فرانسه. این جاده 114 کیلومتری اون چنان هم برای رانندگی بد به نظر نمیاد، ولی بعد از چند ساعت با بالا اومدن آب تمام جاده ناپدید میشه. در بقیه مواقع هم سطح جاده خیس و پوشیده از جلبکه و میتونه مثل یخ لغزنده باشه. جاده تاروکوکورژ مرگبارترین جاده تایوانه که در درون کوه حکاکی شده و به خاطر بارون سنگین و زلزله با فرسایش و ریزش روبروست. همچنین جاده باریک و پیچ‌های کور زیادی داره که حادثه آفرین هستن. جاده اسکیپرز در نیوزلند اونقدر خطرناکه که شرکت‌های بیمه خسارت ناشی از رانندگی در اون رو تقبل نمی‌کنن. این جاده بسیار باریکه و اگه دو ماشین با هم روبرو بشن، یکی باید اونقدر عقب بره تا فضایی برای عبور ماشین دیگه پیدا بشه. جاده کوهستانی تیانمن در چین 11 کیلومتر طول، 1100 متر تغییر ارتفاع از ابتدا تا انتها و 99 پیچ تند 180 درجه داره. و با اینکه در مقایسه آنچنان باریک نیست، هنوز جاده خطرناکی به حساب میاد. گذرگاه زوجیلا در هند رو واقعا نمیشه یه مسیر عبور به حساب آورد. این گذرگاه 9 کیلومتری شهرهای لاتکا و کشمیر رو به هم وصل میکنه و اکثر مواقع سال به خاطر باد شدید و برف غیر قابل عبور